سلام دوستان عزیز، روزی همکتون بخیر شده باشد. امروز 31 دکبر روزی سالی نو. برف ببینید چقدر برج است. همه جا سفید رنگی افسانه ها شده است. عجیب بود که از این مغازه میرم کمتر پروداکت در کار خریداری کردن در کار. هم هوا گرمه که خنک نیست تماما. گرم میگوی که تایسون در بهار است. خیلی هوا بی حد گرم است. برد داده هوا بوی چیزا که ممکن پگه هوا خنک نمیدونم چقدر هوا گرمه بزنه. این مغازه پیش خونه نزدیک ترک میرم. دوری بعدش دورای برای اینقدر اگه دور نیست که نرفتن در برفی. هم ماده پدر که نکن هیچ که ماده پدر کنه نکن نه دیر خیلی نمیخیر. ما سالی نوی هم روزی عادیه برای ما. برف برده است. هوا چخه بیشتر روشن است دیگه. خیلی تماما طبیعت دیگه خیلی است. در موبایلم یک دو ساعت برف میقدر سخت برید. برف کلان کلان که یک دم زمین سفید شد. اینجا نانی گرم پختیم. از این شکر میکنم. یک کورتاب میکنم. بچه خود. این که برای بگاه تیار کردیم. این سالی نوی نیست. در دختر بوناگیم که ما سالی نوی جشن میگیرم. این پروسته برای خوردنی حضیرم جدا با کدو موسم. انا اینجا با کدو سامبوسا کردیم. نه گرفتم ای خوب کم خیلی گرمه کی میسوزی. نمیشه. این کدو که در کار بود رفتم مغازه خرید کردم آمدم کدو گرفتم ای مغازه سامبوسا کردیم با کدو. من چقدر کدو را نقص میبینم نگی همین زرخ کردگی شوا سامبوسا پیشتر دوست نمیداشتم تمام حاضی معقوله بهد. در رسیپت این سامبوسا در خمیرش هیچ چیز داخل نیست. کمک روغن می‌ریزم. تا سفیدی تخم داختم میدافع زردیش برای بالاش گرفتم. سفیدیش در درونش داختم. کم تر روغن و بعدا نمک آرد تمام. من خمیرش در روغن می‌ریزم و بعد دیگه در قواتش روغن میکنم. این سامبوسای بی‌برکه. و در فرشش هم کدو و پیاز روغن با یگان نماد پلیپرابر اختیاری خودتان داخل می‌توزین. نمی‌خواد. وقتی که خمیرش رو ریزم رنگی پشتی واری خیلی سبک میاد دمیدش میکنم. تیارش میکنم بعد. نمی‌خواد تنکش میکنم. عده ندی میپیچونمش. نتیجه چقدر خوش میشه. اینو هم رسیپتش خیلی می‌خواد. یعنی آب شیر آرد روغن کمتر شده. Questo tu c'è boss in mano che